دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و آله میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد میگه دعا کرد، گفت پروردگارا یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشه، تر عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه وسلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه. همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های در نماز، فکرش در کار دنیا های. نمازش به زوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گفت همون 2 رکعت نماز امتی او که پرای کمبودی های 40,000 ساله تو بهترش میدونم. گفت همون 2 رکعت نماز پرای کمبودی را 40,000 ساله عبادت تو بهتر. یعنی ببینید که خداوند چی مقام، چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته ای. 124,000 امت گذشتگی های در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستی. در شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکنه، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امت من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امت من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم، گفت ای محمد، گفت امتی تر در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره، در گور کم خواره، وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شد و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناهی کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که اهل الجنه 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عدد او را خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبرها. نگاه کنید که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگه میگه ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی. میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون راه. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است. باید به قدر این برسیم، شکرانش به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولا سوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد، گفت ترای خودم راضی میگردم، چنده که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص مینم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، اگر یک امتم در دوزخ بمونه. گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت مگو ای دوزخ نگیرم، من جنت نمیرم. ببینید دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا، بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله نمیخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا، خب بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول الله میگه ای خاک میخیزه. خاک ها ایریش و رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه.
جبرائیل میگه چی میگه؟ میگه امتام دا گجاهن. من در خواب بودم خداوند به امتای من چی کرد، اونا را گجا برد. اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله، یکمین شخصیت ای خاک خسته است امتات همه خواهن. میگه جناب رسول میگه ای جبرائیل، میگه قسم به عظمت و جلال الله، میگه امروز میون من محکم میبندم، از قفای کار بار گناهگارای امت میشم. ببینید که چی پیشوای دلسوز در روز قیامت تمام پیغمبر میگه نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میگه که الهی ای پروردگار، میگه انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو، من ابراهیمم، در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو با سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی، من همو ابراهیمم، لا اسالک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه‌هام ایتو نمیپرسم، خود مای عذاب خلاص کن. پروردگار میگه خلیلی، میگه ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میگه ابراهیم یگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه؟ میگه پروردگار قهر غضب تر دیدم، دوستی خود ما فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میگه پروردگار هم یوسفه که ای داغش سوخت و مکور شدم، هم یوسف امروز در کارم نیست، خودش میدونه جواب گویش، خود ما خلاص کرد. تمام پیغمبر میگه که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود ما خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و گریه کرده، میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار، سر در سجده می اومده، با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار، میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم.